باوسته کلیدی اول فرمولای ب برابری آ جمع سه انا همین معادله حل کرده می شود. در اینجا آ برابری یک، ب برابری چهار، سه برابری خب سه. اکنون در اینجا این که برابر این باشد انا همین فرمولای ب برابری یک خب آ جمع سه که باشد در اینجا آ برابر یک است، سه برابر سه. انا همین شکل می نویسیم، یعنی که یک جمع سه باز چند می شود بچه ها؟ چهار. انا همین همیشه یک ضرب ایکس با ایکس می شود. برای همین یک تقسیم یک برابر یک ایکس دو برابر یک با یک تقسیم کردیم. متماتیک یکی از قدیمترین و بنیادیترین علم‌های جامعه انسانی می باشد. پیدایش آن از احتیاج آدمان به حساب و اندازه، چین کردن و تنظیم مناسبت‌های روزمره سرچشمه می‌گیرد. آدمان ابتدایی برای حساب کردن مال، فاصله زمین، معین کردن وقت و ترتیب کارها به شکل‌های ساده متماتیکی روی آورده بودند. مثلا برای فهمیدن شماره چاروا، مقدار غذا یا مسافه طی شده، آنها از اشاره‌ها و رمزهای اولین حساب براری استفاده می‌بردند. این روند تدریجاً به شکلگیری حساب و رقم و بعداً به علم متماتیک اساس گذاشتند. به همین ترتیب علم متماتیک در تمدن‌های قدیم مخصوصاً در مصر، بابل، هندوستان، چین و یونان قدیم به طور نظررس رشد یافت. در جهان اسلام نیز متماتیک به اوج بلند تحقیقات رسید و توسط عالمان چون الخوارزمی، عمر خیام و دیگران این علم تکمیل یافت و به اروپا انتقال گردید. ما در این نشر برنامه اطراف نفر صحبت میکنیم که همزمان ما و شماست و در علم متماتیک تغییرات غیر چشم داشته را به وجود آورده است. یک مرتبه ما با اون کس شناس شدیم. من همچون استاد گفته مراجعت نمودن. من باور خیلی خرسند شدم که مثلا به من چنین مراجعت کردن و از اون روز سر کرده ما با یک دیگر همچون استاد و شاگرد به نهایت دوستی زیاد داریم. در آزمون ها با همراهی شاگردانش رفته یک جای اشتراک میکنیم. در ساحه فنی متماتیک به نهایت سهمگذار میباشند و ملکه و مهارت خوبی آموزگار رو از خود نمودند و اون ملکه و مهارت خود رو و اون فرموله هایی که اون کس ایجاد نمودند و به شاگردانشون با اونها کار میکند، باور دارم که در آینده نه تنها فخری ناحیه می باشد، حتی فتح جمهوری هم گفتن ممکن است. محض در همین فضای علم پرور و در پرتو استقلالیت است که امروز یک شخصیت ارزنده ساحه معارف و آموزگار فنی متماتیک خلوف دولتبک که حالا در ساختار معارف فعالیت می نماید، یک فرمول نوی معادله کوادراتی را اختراع نموده است. با افتخار می گویم که چنین اختراعات نه تنها در سطح فنی متماتیک اهمیت دارد، بلکه زمینه مهم برای تطبیق الگوریتم در سیستم‌های کامپیوتری، تحلیل رقمی، کریپتوگرافیا و مدل سازی ذهن صنعی نیز بوده می‌تواند. زمانی شده است که علم و تکنولوژی پیشرفت است. نسبت سالهای پیشتر خوانندگان اونقدر به فن متماتیک رغبت ندارند. زیر ریشه آنها هیچ وقتی زیادی خود را صرف کردنی نیستند. برای معلمان مکتب‌های میانه یا که معلمان مکتب‌های عالی بسیار همین هست کلید ضرور است. بسیار درسون آسان میشد. دولتبک خالف با پیشنهاد موضوع متد کامپوننت ها
از عددها و معادله‌های کوادراتی در متماتیک جهانی تحولات حیرت انگیزی را وارد کرده است. با قول موصوف اگر این تغییرات ماهیتاً درک و فهم شده و بر رشته متماتیک وارد کرده شود، برای میلیون ها سال و حل میلیون ها معادله کوادراتی زمینه بنیادی خواهد گذاشت. اون فیزیک، اون شیمیکی که اگر متماتیک را خوب نداند، پس او فیزیک خوب نیست یا مهندسی خوب نیست. مهندس باید گیومتری قسمی هندسه را باید پورا داند که تا اون درجه‌ای که در ساختمان به کار میرود موفق شود. وقتی که در ناحیه آزمون اختراع‌کنان جوان که اونجا وابسته به از روی بخش‌ها میگذرد، در بخش متماتیک اشتراک کردند و دو شاگردشون که یکی از اعضای مرکز ایجادی کودکان نوآوری ناحیه ما بود، در اونجا اشتراک کردند و وقتی این فرمول را پیشنهاد کرد و همون خواننده از روی همین فرمول مثال‌ها را کار کرده برآورد، حتی اعضای حکمان حیران شده موندند که خیلی در متماتیک این شاید که نباشد، لیکن معلم در سببی که ایبالی خود بسیار کار کرد همین را کار کرده برآورد و فرمول نباشد که مثلا اگر فرمول ضرب مختصر اگر ما شما نگذاریم چقدر یا که مدل‌های کوادراتی یا دیگر چیزی وقتی که ما ifade باشد کار میکنیم، در وقتی کار کردن یک چند ورق می نویسیم، لیکن در واسطه این فرمول معلم دولت خلف ممکن یک نیم صفحه کار کرده برآورن، جواب هم خیلی جواب میشود. از همونجا من فهمیدم که این شخص قابلیت خوبی متماتیکی دارد، در همین ساحه با ایبالی خود کار کرده ایستاده است. بعد با اعضای حکمان هم صحبت شدم و فهمیدم دادم که همین شخص رو دستگیری کردن نکرد تا اینکه با پژوهش علم‌های پداگوژی و در سطح جمهوری و برای اشتراک در رکورد گینیس پیشبری نمایند و باوری دارم که در آینده ممکن اشتراک هم کنند و فخری دیار هم گردند. واقعا متماتیک امروز نه تنها همچون یک فن تعلیمی بلکه اساس رشد علم، تکنولوژی و حیات اجتماعی دانسته می شود. در زمان معاصر که جهان با سرعت بلند ترقی می کند، نقش متماتیک بیش از هر وقت دیگر عیان و مهم و حل کننده می باشد. هر یک کشفیات و پیشرفت در ساحه علم‌های دقیق به استفاده متماتیک غیر امکان است. فرموله‌ها، مدل‌ها و حساب و تحلیل‌ها در زمینه علم متماتیک تهیه می‌شوند و در مجموع متماتیک زبان عمومی همه علم‌های طبیعی میباشد. من میتوانم در 20 دقیقه اثبات کنم که من برای میلیون ها عصرها مدل کوادراتی رو همین خیلی دهانی حل کرده توانم. من همین قسم الگبرا در موضوع مدل کوادراتی، مدل های تریگونومتری کوادراتی، مدل هایی که با مدل کوادراتی وارد میشوند، اختصاری کسرها، من یک قسم الگبرا قریب که گویم که دهانی میشود خطا نمیشود. اون 20 دقیقه که گفتیم فقط وابسته با مدل کوادراتی داخل دارد که همین مدل کوادراتی که فرض کردیم من میتونم خطی در 10 ثانیه حل کنم برای میلیون ها عصرها، مقصد در 20 دقیقه میتونم از روی 8 کلید اثبات کرده توانم. متماتیک واسطه بهترین تربیت تفکر منطقی، تحلیلی، انتظام و صبر است. در روند آموزش آن انسان طرز درست فکر کردن، مشاهده نمودن و حل و فصل مسئله ها را می آموزد و قابلیت هایی که در همه جنبه های حیات ضرورند از خود می کند. فکر میکنم که اگر آموزگار ایبالی خود چقدر بسیارتر کار کند، سویه دانش وی چقدر با بالاتر رفتن میگیرد و همین خصوصیت هایی که در این دولت به خلف من میبینم، معلم نوبسته از این با از بالای خود کار کرده ایستاده است و کوشش میکند که در آینده باز فرمولای دیگری رو ایجاد کند که مثلا برای کار کردن و برای دسترس کردن با کتاب‌های درسی در سطح جمهوری با خوانندگان نه تنها مثلا یک ناحیه بلکه با سطح جمهوری و بیرون از جمهوری این فرمول‌ها دسترس کرده شوند. مثال مسئله هایی که استاد پیشنهاد کردن، یعنی دایر با مدل های کوادراتی،
8 کلیدی که پیشنهاد کردن من در مدت یک هفته از خود نمودم. این طرز اصول را استاد پیشنهاد کردن و با این را با دو نام راه، یعنی با اصول پیشینه، با طرز دیسکریمینانت که در مکتب‌های میانه حل میکنن فهموندن و با راه خود که این به نهایت ساده شد. سادگی این یعنی 8 کلید هست که در وقت 8 کلید را از خود کردن، یعنی برای همه نمود مدل ها یگان مشکل سر نمیزند، یعنی تیز حل می شود. فرض کردیم که کسرها رو اختصار کنید بیاد یک مدل در صورت باشد، یک تا در مخرج، ما میتونیم از روی فرمول ضرب کننده ها جدا کردن در جوابی تیارت در جاش گذاشته و اختصار کنیم جوابی مثالا نویسیم. مقصد این خیلی خوب نیست که دو تا مدل حل کردن خودش الله که 2 دقیقه هم یا که 2.5 تگی هم 5 دقیقه وقت صرف می شود. البته تو فرموله ضرب کننده ها را جای کردن تو جوابی اونا برآوردن این دهانی حل کردن می شود. مثال عادی هم آوردن ممکنه در حل اینو. برای همین فرموله عمومی همین 8 کلیده من جای دادم که بود می شود که با یک فرموله حل کنیم به ریشه، به واسطه ریشه دیسکریمینانت اهالی کره زمین رو من اگر همش جمع کنم، من همون قدری که هست همون قدر 100 برابر زیاد همون قدر مثال مدل کواdraتی میتونم که مرحمت کار کنید جوابش همین. این اصول خوب نیست. وقتی فرض کردیم در اودیتوری اگر 200 استودنت باشد، ما میتونم هم 200 را مثالاتیم کدوم نموده باشد تریگونومتری یا که اختصاری کسر یا که مدل کواdraتی جوابش همین گفته. به قول دانشمندان متماتیک علمی است که با رقم‌ها، شکل‌ها، ترتیب، مناسبت‌ها و منطق سر و کار دارد. آن وسیله است برای فهمیدن جهان اطراف، حل کردن مسئله‌ها و دریافت قانون‌های عمومی طبیعت و جامعه. دولتبک خالق با تلاش پیوسته، جستجوهای علمی و استفاده مؤثرترین روندهای متماتیکی کامیاب شده است تا در این رشته کشفیات را به وجود بیاورد. در ناحیه فیض‌آباد 68 مؤسسه تعلیم وجود دارد. آموزگارا بنیاد بسیارند در ناحیه. آموزگاری هستند کار میکنند، لیکن با دولتبک خالق یا اون آموزگار در ساحه متماتیک مخصوصا در این ساحه برابر شده نمیتواند. دایر با کلیدی که استاد پیشنهاد کرده دو مثال به شما پیشنهاد می‌نماید. مدل کوادراتی x کوادرات - 4x + 3 برابر 9 که در اینجا x1 برابر 1 میشود، x2 برابر 3. یعنی اساس این a جمع s میباشد. و مثال دیومی که مرکب‌تر گیریم اگر، یعنی عددهاش کلانتر، x کوادرات - 1001x + 1000 برابر 9. x1 برابر 1 می شود، x2 برابر 1000. با این کلید همه مدل های کوادراتی که در این کلید تعلق دارند میلیاردها مثال ها رو حل کرده می شود. مدل های کوادراتی یعنی هر یک مدل اویله خودش را دارد، به همین کلید وارد می شود. مثال اینی که مثال های آوردگی من بر کلید یکم وارد می شود. هر یک اینها بر اویله خودشون وارد می شوند و با فرمول های خودشون حل کرده می شود. متماتیک از ابتدای تاریخ تا امروز یکی از ستونهای اساسی علم و تمدن بشریت محسوب می‌یابد. سهم متماتیکان بزرگ جهان در تشکل این علم به نهایت بزرگ است. در زمان معاصر که تکنولوژی و علم با سرعت رشد می‌کنند، نقش متماتیک و متماتیکان اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. در طول تاریخ صدها متماتیک با کارهای علمی خود زمینه علم را گذاشتند. مدل‌های کوادراتی کسری هستند که مشکلند در وقتی از ریشه برآوردن. فرض کردیم که اگر 0038 باشد، از ریشه 0038 هم معلم وقتش می رود، هم خواننده بسیار می شود، دلمونده می شود. مقصد این روحی آسان است که حل کردن آسان تر. این 8 کلید عموما 6 کلیدی آنها آسان تر است. آسان‌تر است. 2 کلیدش تو متماتیک اولیای وابسته با متماتیک اولیام هست. انجینیر ها برای فیزیک و
که این 8 کلید اونقدر ضروری بدم نیست. من کلیدی عمومی آنها رو خود همین سال پیدا کردم که برای همه موافقت میکند. البته امروز متماتیکا نه تنها فن بلکه اساس ترقیات ذهنی، علمی و تکنولوژی به شمار می رود. از آموزش کیهان تا تهیه داروهای نو، از تأمین امنیت اطلاعاتی تا ساختن ذهن صنعی، همه به متماتیکا تکیه می کنند. امروز متماتیکا همچون واسطه حل و فصل مشکلات مرکب جهانی خدمت می کند. برای نسل نو آموزش متماتیکا نه تنها وظیفه بلکه کلید موفقیت در جهان معاصر می باشد. خلف دولتبیگ رو سالین دراز میشناسم که اون شخص یک شخصی حلیم مهربان آموزگاری می باشد که از بالای خود به نهایت بسیار کار میکند، کوشش میکند که با شاگردان تمام نازک‌های فنی ریاضی رو به آنها فهمانده دهد. شاگردان دولتبیگ خلف در آزمون‌های سطح ناحیوی، جمهوریوی اشتراک کرده صاحب جایزه سزاوار گردند. از جهت وقت، از جهت اقتصادی یک مدل یک روی ورق میشد نمیشد که این خیل در جوش برآوردن دهانیش. فرض کردیم که این خیل باشد که معادله dx کوادرات مینوس 5x پلیس 3 برابر 0 x1 برابر 1 x2 برابر 1 از 5. این خیل خوب نیست. تو زیر ریشه فرموله اونیورسالی استفاده بردن هر یک کدومش در شکل کسری افتن. عملی انجام داده دولتبیگ خلف حالا برای جامعه ما یک پدیده بزرگ خواهد بود. حرکت موصوف جهت اشتراک در رکوردهای گینس بدلیل نیست. اگر عملهای معلم دولتبیگ خلف به شرطهای رکوردهای گینس موافقت کنند، می توانند اثبات نماید که برای میلیون ها عصر معادله ها را حل خواهد کرد. کشفیات و پیشنهاد دولتبیگ خلف در خصوص متد کامپوننت ها از عددها و معادله های کوادراتی جانبداری پیدا کند، امید است که در علم متماتیکا پدیده تازه وارد خواهد شد. 5 ضرب 7 چند می شود؟ 35. 35 به ضرب کننده ها جدا میکنیم. از بین آنها، از بین همین ضرب کننده ها کامپوننت چه میگوییم؟ کامپوننت های مدل کوادراتی را 35 به 2 تقسیم می شود؟ نه. 35 به 3 تقسیم می شود؟ نه می شود. 35 به 5 تقسیم می شود؟ بله. 35 در 5 چند تا می شود؟ 7 تا. اکنون 7 به خودش به عدد ساده است. 7 به خودش به هم به 1 تقسیم می شود. خب برای همین 7 به خودش 7 در 7 1 تا. اکنون از روی همین کامپوننت های مدل کوادراتی را میگوییم 5 جمعی 7 دویمش 5 جمعی این 5 جمعی 7 جمعی دویمش 1 جمعی. خب 5 کره 7 چند؟ 35. دیدید که همین معادله در وقت حساب کدامش 36 میشد؟ یکم یا دویم؟ از این رو پایگاه های علمی کشور را ضرور است کشفیات معلم دولتبیگ خلف را مورد تحقیق و تحلیل قرار داده، جهت دستگیری و مساعدت برای شرکت در رکوردهای گینس مساعدت نمایند.